یه سلام ویژه به همه شما عزیزایی که واسه یاد گرفتن زبان ترکی استانبولی الان داخل چنل من هستین. خیلی خوش اومدین بچه‌ها. من روناکم، معلم 8 زبانم. تمام این زبان‌هایی رو که دارم تدریس می‌کنم به صورت خودآموز با روش خاص خودم یاد گرفتم و قصد دارم که توی کانال‌های مختلف تو یوتیوب به شما عزیزان آموزششون بدم. در حال حاضر چنل زبان ترکی استانبولی، چنل زبان انگلیسی و چنل زبان آلمانی رو من راه اندازی کردم. اگر دقیقاً همین مدلی که روی تخته نوشته، اسمش الان میاد رو صفحه دیگه، روی تخته نوشته داخل یوتیوب سرچ کنین، کانال مورد نظرتون رو واسهتون میاره و میتونین از اون زبان و ویدیوهاش هم استفاده کنین. الان داخل کانالی که هستین، یعنی کانال ترکی استانبولی، حتما سابسکرایبش کنین، زنگولش هم فعال کنین که هر وقت ویدیو براتون گذاشتم متوجه بشین بیاین نگاه کنین ویدیوتونو. و نکته بعدی این که ویدیوها رو لطفاً حتما لایک کنین و یه کامنت پر انرژی برای من بذارین که روز به روز انرژیم برای تولید محتواهای بهتر بیشتر بشه. بدون هیچ وقفه‌ای بریم سراغ ویدیوهای امروز که یه موضوع جدیده. تا حالا این مدلی بهتون درس ندادم، قراره این سبک ویدیوها هم به چنل اضافه بشه. هادی başlayalım. همونطوری که بهتون گفتم ویدیوی امروز سبکش جدیده و قراره از این به بعد 3 روز در هفته همین سبک ویدیو رو داشته باشیم، یعنی این سبکی بهتون آموزش بدم. 3 روز در هفته هم همون مکالمات همیشگی باشه. این سبک چطوریه؟ من توی هر ویدیو 10 تا دیالوگ از یه سریال رو انتخاب کردم، فقط هم از یه شخصیت ترک زبان. یعنی قرار نیست 10 نفر بیان صحبت کنن. از یه شخصیت انتخاب کردم که اون دیالوگشو میگه، بعد صداشو آروم کردم واسهتون که دوباره گوش بدین. بعد میام دقیقاً اون دیالوگو کامل براتون توضیح میدم، میگم که کجاها استفاده میشه و تلفظ راحتش هم بهتون میگم. یعنی آروم تلفظ میکنم که شما بتونین بعد من تکرار کنین. و نکته‌ای که وجود داره، من میام در جواب اون دیالوگی که اون گفتم یه جمله بهتون یاد میدم. یعنی مثلا من میگم، مثلا دیالوگ فکر کنین اینه: من خیلی خستم. خب مثلا یه نفر بهتون بگه خیلی خستم، در جوابش چی میگین؟ میگین برو یکم مثلا استراحت کن. اینو مثلا یکم برو استراحت کنم بهتون یاد میدم. این بچه‌ها بهترین شیوه واسه اینه که هم شنیداریتون خوب بشه هم مکالمتون. حالا الان با هم دیگه ویدیو رو شروع می‌کنیم، ببینین به چه صورته. مطمئنم که خوشتون میاد، چون تمام زبان آموزای من این سبک تدریس رو خیلی دوست دارن، این سبک ویدیوها رو خیلی دوست دارن، چون علاوه بر این که شما دارین خب یه صدای ترک زبان رو میشنوین، لهجه‌تون خوب میشه، شنیدارتون خوب میشه، میتونین از همون جمله هم تو مکالماتتون استفاده کنین. Anne çok korkuyorum. Anne çok korkuyorum. خب دیالوگ اولو شنیدین. داره چی میگه؟ میگه آنه چوک korkuyorum. آنه، ببینین 2 تا نه پشت سر همه. وقتی که 2 تا حرف، اینو توی حروف الفبا توضیح دادم، حتما ویدیوی اول کانال رو نگاه کنین. وقتی که 2 تا حرف بی صدا کنار همدیگه باشن توی زبان ترکی، این 2 تا حرف حالت تشدید خونده میشن. همون صدایی که تولید میکنن حالت تشدید باید بخونینش. آنه، آنه. اوکی، آنه یعنی مادر. حالا چوک، چوک یعنی خیلی، آخرش که داره بچه‌ها. چوک یعنی خیلی. قبل از هر چیزی که بذارین اون صفت رو یا اون فعل رو خیلی تر میکنه. اوکی، تشدید میکنه دیگه. korkuyorum، فعلمون رو ببینین. korkuyorum. وقتی یه چیزی زیاده یا سخته براتون تلفظش، بخشش بکنین، بعد بلافاصله بعد از بخش کردنش با همدیگه بخونینش. korkuyorum یعنی چی؟ یعنی دارم میترسم. ببینین این حالت استمراریه. خب این فعل استمراریه، حال استمراریه، یعنی منظورش همین الانه. الان مثلا خیلی دارم میترسم، داره میگه مامان خیلی میترسم. خب همونطوری که گفتم الان جمله رو یادتون دادم. حالا میخوام فکر کنین که یه نفر همچین حرفی رو بهتون زده، شما میخواین بهش جواب بدین. میخوام یه مدل جواب بهتون یاد بدم در جواب این جمله. اولا که این تمرین رو حتما انجام بدین. من توی شورت ها، ویدیوهای شورت، این مکالمه های اینجوری کوتاه و سوال جوابی رو خیلی میذارم. حتما نگاه کنین شورت ها.
ببینین اینجا مثلا فکر کنین تو فارسی یه نفر بهتون میگه حالا مامانشو ول کنین، خیلی میترسم. اول توی فارسی فکر کنین که مثلا بهش چی میخواین بگین. مثلا من میخوام بگم نترس عزیزم، من کنارتم. نترس عزیزم، من پیشتم یا من کنارتم. خب نترس چی میشه؟ کرکما. کرکما بچسبونین. کرکما فعل نهیه، داره نهی میکنه از ترسیدن، میگه نترس. کرکما. حالا در ادامه عزیزم چی میشه؟ جانم. جانم. کرکما جانم، نترس عزیزم. حالا میخوام بگم من پیشتم یا من کنارتم. Ben senin yanındayım. Ben یعنی من. senin yanındayım. من کنار تو هستم یا پیش تو هستم. ببینین این سنین رو داخل پرانتز گذاشتم، یعنی میتونین بیارین، میتونین هم نیارین، اشکال نداره نذارینش. Yok bir şey anne. Gerçekten yok. Yok bir şey anne. Gerçekten yok. حالا توی دیالوگ دوم چی گفت بچه ها؟ دختره میگه یک بیشیان نه، gerçekten yok. yok یعنی نیست، وجود نداره. همه اینا معنی میده، بستگی به جمله داره. yok bir şey یا bir şey یا بیشی. همه این ستا رو میتونین استفاده کنین. bir şey، بیشی یعنی رشو نخونین، به جای بیر شی بگیم بیشی یا بگین بیشی، همش درسته. اینجا الان داره میگه بیشی. یک بیشی آنه. یک بیشی آنه. آنه رو هم که قبل بهتون گفتم، یعنی هیچ چیزی. بیشی یا بیشی معنی اینو میده که چیزی، به معنی چیزی هست. چیزی نیست مامان. داره میگه چیزی نیست مامان. یک بیشی آنه. بعد داره حالا باز تاکید میکنه روی این که واقعا چیزی نیست. میگه gerçekten. gerçekten. gerçekten yok. gerçekten yok. واقعا. gerçekten میشه واقعا، حقیقتا. داره میگه واقعا نیست، یعنی مثلا واقعا باور کن واقعا مثلا چیزی نیست. منظور جمله اینه که چیزی نیست مامان، واقعا چیزی نیست. مثلا الکی نگران نباش. yok bir şey anne. gerçekten yok. حالا فکر کنین یکی همچین جمله رو بهتون گفته تو فارسی، داره میگه چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. خب حالا اگه شما بخواین تو فارسی بهش جواب بدین چی میگین؟ مثلا من بهش میگم به من دروغ نگو. به من دروغ نگو چی میشه؟ به من میشه بانا. 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 دروغ میشه یالان. یالان. یالان یعنی دروغ. حالا میخوام بگم نگو، فعل نهیه. söyleme. söyleme. پس کل جمله ای شد bana yalan söyleme. bana yalan söyleme یعنی به من دروغ نگو. Sen iyi misin? Sen iyi misin? توی دیالوگ سوم چی گفت؟ دختره داره میپرسه یه سوالی از طرف مقابل. میگه sen iyi misin؟ sen یعنی چی؟ یعنی تو. ای صدای یه داره، بعدش هم ای. اول یه ای، بعد یه بعد ای. ای یعنی خوب، صفت خوبه. واژه بعدی چیه؟ میسین. میسین. میسین یعنی چی؟ پسوند سوالیه، به معنای آیا هست، که حالا من در هفته از این به بعد یه دونه ویدئوی گرامر داریم، آموزش گرامرم بهتون میدم که اونجا توضیح میدم دیگه تو ویدئوهای گرامری پسوندهای سوالی رو چه جوری باید بسازین. اینجا فقط یاد بگیرین که الان میسین یعنی آیا. وقتی به یه نفر میخواین بگین تو خوبه، حالت خوبه، تو خوبی، یا آیا تو خوب هستی، اینو کیا استفاده میکنین؟ وقتی که مثلا طرف پشت تلفن داره صحبت میکنه، مثلا صداش ناراحت به نظر میاد، یا مثلا طرف روبروتونه، حتی داریم باهاش صحبت میکنیم، مثلا قیافش یه جوریه که حالش خوب نیست، حالش بده، مثلا داره الان قش میکنه، نمیدونم ناراحته، هر چیزی، بهش میگین که
حالت خوبه؟ خوبی تو؟ خب این دقیقا همون معنی رو میده. فقط دقت کنین که با لحن سوالی بخونینش. Sen iyi misin? Sen iyi misin؟ خب حالا فکر کنین یه نفر اینو ازتون پرسیده، شما میخواین جواب بدین. چی میگین بهش؟ من مثلا تو فارسی بهش میگم که آره خوبم، نگران نباش. خب آره خوبم یعنی چی؟ آره میشه چی؟ evet. evet یعنی آره یا بله. بعدش رو نگاه کنین. ben iyiyim. ben یعنی من. داخل پرانتز نوشتمش، یعنی میتونینم اصلا اینو استفاده نکنین. اینو نگین، بنو نگین. فقط بگین evet iyiyim. iyiyim یعنی خوبم. بله خوبم یا آره خوبم. در ادامه میخوام بگم نگران نباش. merak etme. خب merak etme کلش یعنی نگران نباش. حالا نکته‌ای که وجود داره، اینجوری نمیگن که انقدر آروم صحبت نمیکنن که merak etme 3 سال طول بکشه. چجوری میگن؟ وقتی که تند پشت سر هم میگن اینجوری میشه merak etme. کتمه به هم میچسبه. merak etme. merak etme یعنی نگران نباش. Siz beni hiç mi tanımadınız? Siz beni hiç mi tanımadınız? توی دیالوگ بعدی داره میگه، یه سوالی میپرسه، میگه siz beni hiç mi tanımadınız? tanımadınız. ببینین گفتم وقتی زیاده یه کلمه یا تلفظش براتون سخته، بخش بخش بخونینش، بعد پشت سر هم بگینش. tanımadınız. siz بچه ها چی میشه؟ یعنی شما. بینی چی میشه؟ من را. خب یا منو. siz beni شما منو. هیچ یعنی اصلا. هیچ اصلا. هیچ می، باز این می مثل همون میسینه، پسوند سوالیه که گفتم بعدن تو گرامر یادتون میدم، به معنی آیاه. آیا شما منو اصلا tanımadınız؟ نشناختین آیا؟ 2 تا آیا گفتم حواسم. کلا مفهوم جمله اینه که آیا شما اصلا منو نشناختین؟ خب حالا فکر کنین همچین جمله‌ای رو، همچین سوالی رو یه نفر بهتون میگه. تو فارسی چی میگین؟ من مثلا تو فارسی بهش میگم که نه متاسفانه نشناختمت، یعنی تو رو نشناختم. خب نه متاسفانه چی باید بگین واسه این؟ نه میشه hayır. متاسفانه میشه maalesef. maalesef. hayır maalesef. seni یعنی تو را یا تو رو tanımadım. tanımadım. tanımadım یعنی نشناختم. hayır maalesef seni tanımadım. پس معنی شد نه متاسفانه تو رو نشناختم. Benim suçum yok. Benim suçum yok. تو این دیالوگ دختره داره میگه benim suçum yok. benim suçum yok. اینجا یه دونه کلمه آشنا دارین، قبلا بهتون گفتم تو همین چند تا دیالوگ قبل. yok. yok چی میشد؟ به معنای نیست، وجود ندارد. خب حالا ببینین داره میگه benim suçum. منظورش اینه که کل جمله منظورش اینه که من تقصیری ندارم یا من گناهی ندارم. منظورش اینه که من مقصر نیستم. اوکی؟ benim suçum yok. yok. پس هر وقت خواستیم بگین من مقصر نیستم، تقصیر من نیست، من تقصیرکار نیستم، میگین benim suçum yok. خب حالا فکر کن یه نفر اینو بهتون میگه، تو فارسی چی بهش میگین؟ من مثلا بهش میگم باشه فهمیدم، داد نکش. باشه چی میشه؟ باشه میشه تمام. بچه تمام نه، تمام.
تمام یعنی باشه. میخوام بگم فهمیدم یا متوجه شدم، میگم anladım. anladım. تمام anladım یعنی باشه فهمیدم. میخوام بگم داد نکش یا داد نزن. بارما. بچه ببینین بایرما خب اینجوری تقریبا خونده میشه، ولی وقتی تون میگن تقریبا این شکلی میشه بارما. بارما. بارما یعنی چی؟ یکم باید بکشینش چون یو موشاگه داره. بچه اگه حروف الفبا رو هنوز بلد نیستین خواهش میکنم برین ویدیوهای اول رو ببینین، ویدیوهای حروف الفبا رو، چون خیلی بهتون کمک میکنه، خیلی تو خوندن نوشتن جلوتون میندازه. حتما بریم پس ویدیوهای اول رو ببینین. منم که دیگه انقدر راحت و با جزئیات همه این نکات حروف الفبا رو بهتون گفتم، من دیگه هیچ توجیهی نمیمونه اگه حروف الفبا رو با دیدن ویدیوهای من یاد نگیرین. Utanıyorum. Utanıyorum. توی این دیالوگ دختره داره میگه utanıyorum. utanıyorum. utanıyorum یعنی خجالت میکشم. وقتی که میخواین به زبان ترکی بگین، حالا بابت هر اتفاقی که براتون افتاده، بابت هر اشتباهی که انجام دادین، میخواین بگین خجالت میکشم، از این جمله میتونین، از این در واقع عبارت میتونین استفاده کنین. حالا اگه یه نفر به من بگه خجالت میکشم، همین عبارت رو بگه، من تو فارسی بهش میگم چرا خجالت میکشی؟ چرا خجالت میکشی چی میشه؟ چرا تو ترکی میشه ندن. utanıyorsun. utanıyorsun یعنی خجالت میکشی. چرا خجالت میکشی؟ ندن utanıyorsun. یا به جایی که بگین utanıyorsun اون ریه اون وسط آخر رو نخونین، بگین utanıyorsun. ندن utanıyorsun. اگه بعد از این ر بچا حرف بی صدا باشه میتونین رشو نخونین، یعنی لهجه‌تون قشنگتر میشه، مثل خودشون میشه. ولی اگه حرف صدا دار باشه مثل خود دیالوگی که دختره گفت، نمیتونین رشو حذف کنین. حواستون باشه، چون اگه رشو حذف کنین دو تا حرف صدا دار کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد دیگه اصلا خونده نمیشه. Emin misin? Emin misin? توی این دیالوگ دختره داره یه سوال میپرسه، میگه امین میسین؟ امین میسین؟ ببینین با زور میسین داریم. میسین گفتم پسوند سوالی به معنی آیاست. امین یعنی مطمئن. داره میگه مطمئنی؟ آیا مطمئنی؟ آیا اطمینان داری از مثلا حرفی که داری میزنی؟ امین میسین؟ امین میسین؟ امین میسین؟ حالا من فکر میکنم که یه نفر همچین سوالی رو از من پرسیده، من میخوام بهش جواب بدم. میگم آره 100% مطمئنم. اینو میخوام به ترکی بگم. آره گفتم چی میشه؟ evet. 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 خب حالا 100%. %100. ببینین %، به هم دیگه چسبیده از همش. %100. %100 یعنی 100%. حالا میخوام بگم مطمئنم. امینیم. آخرش م داره. پس کل جمله این شد evet %100 eminim. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. حالا توی این دیالوگ دختره داره میگه sana inanmıyorum. inanmıyorum. sana یعنی چی؟ یعنی به تو، یا بعضی وقتا برای تو هم معنی میده. اینجا به تو هست. به تو inanmıyorum، باور ندارم. یعنی منظورش اینه که به تو اطمینان ندارم، یا مثلا حرف تو رو باور نمی کنم. اوکی؟ هم در مورد اینه که مثلا من میگم که به یه نفر یه حرفی به من میزنه، میگم بابا من اصلا حرفای تو رو قبول ندارم، به تو باور ندارم، مثلا حرفایی که میزنی چرت و پرت باشه یا مثلا دروغ باشه.
اوکی. یا اینکه مثلا میگم نه مثلا رو تو نمیتونم حساب کنم، نمیتونم، مثلا تو آدم مثلا ضعیفی، من تو این قضیه نمیتونم به تو اطمینان کنم یا مثلا باور داشته باشم که میتونی فلان کار رو انجام بدی. تو چنین شرایطی باید از این جمله استفاده کنین. حالا فکر میکنم که یه نفر همچین جمله رو به من گفته، من میخوام بهش جواب بدم. خب تو جواب میخوام بهش بگم که اما مجبوری به من اطمینان کنی یا منو باور کنی. اما چی میشه؟ میشه اما. بچه ببینین تشدید دیگه نداره چون فقط یه دونه م داره. اما. حواستون پس به درست تلفظ کردنش باشه. خب میخوام بگم به من، قبلا بهتون توی چند تا دیالوگ قبل گفته بودم، میشه بانا. اما بانا. بقیه جمله چی میشه؟ میشه اینانماک. اینانماک. این میشه باور کردن، این مصدر بچه ها. اینانماک. حالا مجبوری میشه زورونداسın. زورونداسın. پس کل جمله شد ama bana inanmak zorundasın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. توی این دیالوگ بچه ها دختره داره میگه ای کی. بچه ها ای که بهتون یاد داده بودم به معنای خوب بود، حالا یه دونه کی بذارین کنارش. ای کی. ای کی varsın. varsın. کل جمله میشه ای کی varsın، یعنی چه خوب که هستی یا خوبه که مثلا هستی. اینو کجاها استفاده میکنیم؟ مثلا یه نفر همیشه شما رو حمایت میکنه، حالا چه با صحبتاش، چه با رفتاراش، چه با کاراش، میخواین ازش تشکر کنین، اینطوری میتونین بگین مثلا خوبه که تو هستی، چه خوبه که هستی. پس از این جمله خیلی میتونین استفاده کنین. ای کی varsın. ای کی varsın. حالا فکر کنین یه نفر اینو به من میگه، من در جواب میخوام بهش بگم که داری منو لوس میکنی یا یعنی با این حرفا داری منو لوس میکنی یا. من را یا منو گفتم بهتون چی میشه؟ بنی شیمارتیوسون. ببینین شیمارتیورسونه، ولی باز چون بعد از اون ر آخر یه دونه حرف بی صدا اومده، من ر رو نمیخونم، میگم شیمارتیوسون. اما یه اما هم آخرش میذارم. بنی شیمارتیوسون ama. Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yanlış bir şey mi söyledim ben? و دیالوگ آخر دختری داره میپرسه، میگه یانلش. بچه اینو خیلی اشتباه میگن، بعضیا میگن یالنش، این اشتباهه. یان اولش یانه. یانلش یعنی اشتباه. یانلش بیشی، همونی که اولا بهتون گفتم بیشی هم میتونیم بگیم، بیرشی هم میتونیم بگین. اینجا داره میگه بیشی. می söyledim ben. yanlış که به معنی اشتباهه. بیشی هم که یا بیشی هم که معنی چیزی میده. داره میگه چیز اشتباهی. söyledim گفتم، زمان گذشته است. گفتم من. داره میگه آیا من، منظورش اینه آیا من، ببینین می هم داره دیگه. yanlış bir şey mi. آیا من چیز اشتباهی گفتم، مثلا حرف اشتباهی زدم، چیز اشتباهی گفتم. حالا من میخوام به این جواب بدم، میگم نه برعکس. اینو میخوام بگم نه برعکس، درست ترین چیزو گفتی. نه میشه هایر. برعکس میشه آکسینه. درست ترین، درست میشه دورو. یه ذره میکشمش به خاطر اینکه یوموشاگه داره.
حالا درست ترین، یعنی این صفت درست رو میخوام یه ترین بهش اضافه کنم. میام قبلش یه دونه ان میذارم، یعنی قبل از هر صفتی یه دونه ان بذارین. حالا تو بحث گرامری توضیح میدم. یه ان بذارین میشه ترین، اون صفت میشه ترینش. پس میگم ان دورو. چیز میشه اینجا میخوام بگم درست ترین چیز را، پس باید بگم شیی. چیز را میشه شیی، شیی. و در نهایت فعلمون سویلدین، نه داره آخرش بچه ها. سویلدین یعنی گفتی. اینم گذشته است ولی مربوط به ضمیر دوم شخص مفرده، یعنی تو. پس گفتم هایر اکسینه ان دورو شیی سویلدین. نه برعکس درست‌ترین چیزو گفتی. خدا وکیلی چنین سبک تدریسی، انقدر جمله های خوب بهتون یاد دادن، یه کامنت پر انرژی حقش نیست؟ یه لایک خوشگل حقش نیست؟ پس یادتون نره بچه ها ویدیوها رو لایک کنین لطفاً، یه کامنت پر انرژی بنویسین که من کلی انرژی بگیرم، کلی قدرت بگیرم، بتونم همه زبانهایی رو که بلدم بهتون یاد بدم. و سابسکرایب کانال ها یادتون نره بچه ها. من علاوه بر کانال ترکی، آلمانی و زبان انگلیسی رو هم درس میدم دیگه، میدونین آدرسش میاد اینجا براتون، همین شکلی که الان آدرسش اومده همینجوری توی یوتیوب سرچ کنین کانالا رو براتون میاره. از اونا هم حمایت کنین، سابسکرایبشون کنین، زنگوله هاشو فعال کنین که هر زمان ویدیو گذاشتم بتونین زبانی که دوست دارین رو با شیوه من یاد بگیرین. پس تا ویدیوهای بعدی görüşürüz.